سلام عزیزان. این که الان دارین این ویدیو رو نگاه میکنید اصلا تصادفی نیست و حتما دلیلی داره. مسیر زندگیتون میتونه از همین الان تغییر کنه. زمانبندی کائنات خیلی دقیقه. پس حتما دلیلی داره که الان دارین این ویدیو رو نگاه میکنید. بدون شک خودتون این روزا متوجه این موضوع شدید که زندگیتون قراره به زودی تغییر کنه و اتفاقات بزرگی در انتظارتونه. این ویدیو مثل یه نشونه است که شما رو از یه تحول بزرگ مطمئن کنه. در ادامه متوجه میشین که دیدن این ویدیو چطور میتونه زندگیتون رو متحول کنه. چون قدرت پنهان کائنات همیشه در تلاشن که شما رو به خواسته هاتون برسونن. قراره تو این ویدیو با هم دیگه یاد بگیریم که چطور باید از این انرژی ها و نیروها به نفع خودتون استفاده کنید تا بتونید موانعی که از رسیدن شما به خواستتون جلوگیری میکنه رو کنار بزنید. به تمام لحظاتی که یه قدم شکست بودید و به کل مسیرتون شک داشتید فکر کنید. من الان اینجام تا بهتون بگم که تو مسیر درستی هستین. اینو کسایی بیشتر درک میکنن که تا مرز تسلیم شدن پیش رفتن ولی بازم ادامه دادن به موفقیت رسیدن. اونا وقتی به گذشته نگاه میکنن لبخند دارن. به وجود خودشون افتخار میکنن. کائنات به افراد برنده‌ای که هیچ وقت تسلیم نمیشن و به مسیرشون ادامه میدن توجه ویژه‌ای داره. اگه در حال دیدن این ویدیو هستی پس حتما میتونی به موفقیت دست پیدا کنی. کائنات همیشه با ما در ارتباطه تا بهمون بگه موفقیت خیلی با همون فاصله نداره. توی این ویدیو میخوام در مورد کارهایی که برای رسیدن به آرزو و خواسته هامون باید انجام بدیم صحبت کنم. میخوام بگم چرا کسب موفقیت برای بعضی آدما راحت تر از بقیه است. اگه تو هم باور داری افکارت آینده‌تو میسازن، اگه حس میکنی وقتش فرکانس زندگیتو عوض کنی و اگه دنبال آرامش و رشد و کشف قدرت درونت هستی، همین حالا کانال منو سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن. هممون اینو میدونیم. برای رسیدن به یه زندگی ایدئال باید ذهنیت خودمون رو تغییر بدیم. عادتهای جدیدی رو تو زندگیمون به وجود بیاریم و انرژی خودمون رو به سطح بالاتری برسونیم. امروز قراره تو این ویدیو نحوه انجام دادن این کارها رو یاد بگیریم و مطمئن باشید چیزایی که امروز قراره یاد بگیریم با همه چیزایی که قبلا یاد گرفتیم فرق میکنه. چون این اطلاعات یه سری کلیشه و جملات انگیزشی نیست، بلکه روش‌های واقعی و قابل اجراییه که به راحتی میشه ازشون استفاده کرد. اگه فردا صبح که بیدار میشین بفهمین حتما قراره به موفقیت برسین، چه حسی بهتون دست میده؟ این احساس باعث میشه بتونید با همه چالش‌ها و موانع مقابله کنید و هیچ چیزی نتونه جلوی رسیدن شما به خواستتون رو بگیره. ایمان داشتن میتونه این قدرت رو در شما به وجود بیاره. قراره در انتهای ویدیو یاد بگیریم چطور میتونیم یه باور قوی در خودمون به وجود بیاریم. الان وقتشه که به خودتون برای پشت سر گذاشتن سختی‌های زندگی افتخار کنید و دستاورداتون رو کوچیک جلوه ندین. این که الان شما دارین این ویدیو رو نگاه میکنید نمیتونه یه اتفاق تصادفی باشه. زمانبندی الهی خیلی دقیق تر از اون چیزیه که ما فکرشو میکنیم. زمان فقط توی دنیای سه‌بعدی ما معنی داره، در حالی که زمانبندی کائنات کاملا متفاوته. در جهان هستی همه عناصر با هم در ارتباطن. همین باعث میشه که بعضی از اتفاقات توی درست‌ترین زمان ممکن رخ بدن. اما ما نمیتونیم دلیل این مسئله رو درک کنیم. پس بهتره به کائنات اعتماد داشته باشیم. این ویدیو و ممکنه ویدیوهای دیگه میتونه زندگی خیلی از ماها رو عوض کنه. همونطور که در گذشته با مطالعه تاریخ متوجه میشیم زندگی خیلی از افراد رو یه جمله، یه کتاب یا یه سمینار به کل تغییر داده. این ویدیو میتونه همون نشونه‌ای باشه که همیشه منتظرش بودین تا شما رو مطمئن کنه که در مسیر درستی قرار دارید. بهتون قول میدم الان بهترین زمان برای شروعه. تمام شکست ها و نرسیدن هایی که تا الان تجربه کردین داشتن شما رو برای این لحظه آماده میکردن. گاهی وقتا
در ناامیدترین زمان زندگیمون قرار میگیریم و اونجاست که کائنات به کمکمون میاد و همه چیز رو برامون حل میکنه. مهمترین نکته برای موفق شدن اینه که به مسیرتون باور داشته باشین. باور داشتن به مسیر پایه و اساس همه خواسته های شماست. این ذهنیت شماست که زندگی واقعیتون رو شکل میده. این جمله رو ممکنه توی ویدیوهای مختلفی توی کانال من شنیده باشید و واقعا سعی میکنم روز به روز باورم نسبت به این جمله بیشتر بشه. چون هرچی بیشتر بهش فکر کنید و سعی در تغییر باور و اعتقادات قدیمیتون داشته باشید، بیشتر میتونید درهای موفقیت رو به روی خودتون باز کنید. اگه مدام به چیزی فکر میکنید، حتما بهش میرسید. هر روز با تصور اینکه قراره به موفقیت برسید از خواب بیدار شید تا خودتون رو برای رسیدن به خواسته هاتون آماده کنید. با این کار میتونید افکارتون رو به سمت رسیدن به موفقیت هدایت کنید. افرادی که با این ذهنیت زندگی میکنند خوشحال نیستن، بلکه به موفق شدن خواسته هاشون باور دارن. این افراد از شکستاشون درس میگیرن و با سختی ها مقابله میکنن و فقط روی هدف نهاییشون تمرکز میکنن. اعتماد به نفس این افراد میتونه موقعیت های جدیدی رو براشون به وجود بیاره. اونها سختی های زندگی رو به چشم یک مانع نگاه نمی کنن، بلکه اونها رو پله هایی برای پیشرفت می دونن. چون میگن لحظه هایی که شکست میخوری و از اعماق وجودت فریاد میزنی، بذر موفقیت تو همون لحظه ها کاشته میشه. کافیه به اون بذر رسیدگی کنی تا لذت موفقیت رو بچشی. اگه باور داشته باشین که حتما به موفقیت میرسین، زندگیتون متحول میشه. شک و تردید بخشی از مسیره و همه افراد اونو تجربه میکنن. این تردید معمولاً درست زمانی به سراغتون میاد که به خواسته هاتون نزدیک شدید و باعث میشه به توانایی هاتون برای رسیدن به موفقیت شک کنید. بعضی اوقات ممکنه احساس ناکافی بودن بهتون دست بده و شما را از شکست خوردن بترسونه. اما حقیقت اینه که حتی افراد موفق حداقل یک بار این احساسات رو تجربه کردن. اما این افراد با وجود همه سختی ها بازم ادامه دادن، چون میدونن موانع بخشی از زندگیه و برای رسیدن به موفقیت باید بتونن از اونا عبور کنن. موانع باعث میشه انسانهای قوی تری ساخته بشه. همیشه سعی کنید به جای تسلیم شدن با سختی ها مقابله کنید. همین که الان دارین این ویدیو رو نگاه میکنید و به فکر این افتادید که سریعتر به خواسته هاتون برسید، این خودش نشون است که میتونید از سختی ها عبور کنید و به موفقیت برسید. یادتون باشه که توانایی های شما خیلی بیشتر از اون چیزیه که فکر میکنید. پس اگه انرژی افکارتون مثبت باشه، میتونید به همه خواسته هاتون برسید. با داشتن پشتکار و اعتماد به نفس به کائنات اعلام میکنید که آمادگی رسیدن به خواسته هاتون رو دارید. اگه به رشد کردن و یادگیری علاقه دارید، حتما میتونید موفق بشید. افراد موفق عادتها و الگوهای فکری قدیمی خودشون رو رها میکنن تا بتونن به جای درجا زدن رو به جلو حرکت کنن. تداوم و استمرار رو فراموش نکنید، چون خواسته های افراد سخت کوش برای کائنات در اولویت قرار داره. طوری زندگی کنید که انگار به همه خواسته هاتون رسیدید. همه تصمیم گیری های زندگیتون باید در راستای رسیدن به موفقیت باشه. پس دست رو دست نذارید. همین الان شروع کنید و به سمت خواسته هاتون قدم بردارید. یادتون باشه شما توانایی اینو دارید که زندگی ایدئال رو برای خودتون بسازید و اونی که همیشه منتظرش بودید رو تجربه کنید. همه ما با موفقیت فاصله زیادی نداریم. الان نوبت ماست. نوبت ماست که شروع کنیم و از نو بسازیم. ممنون که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. اگه این ویدیو براتون مفید بود و فکر میکنید دوستانتون میتونن ازش استفاده کنن، لطفاً براشون بفرستید. نظر خودتون رو تو قسمت کامنت برام بنویسید. من با خوندن نظرات شما انگیزه میگیرم که بتونم ویدیوهای مفیدتری رو براتون درست کنم.